به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر پیغمبر آخرالزمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر پروردگار مهربان که هر یکی ما را از جمله مؤمن و مسلمان آفرید. هر آن ناز و نعمتی که به ما میرساند و ما آن را تناول می نماییم شکرگزار هستیم. شکرگزار هستیم به پروردگاری که به دلهای هر یکی ما محبت خودش را و محبت رسولش را جایگیر بگردانید. وقتی انسان از نعمتهای خداوند شکرگزاری می کند و قدر آنها را می داند، خدا را از این خوش می آید و نعمتهای بیشتری به او می بخشد. شکر نعمتهای خدا یعنی اینکه از نعمتهای به ما داده اش خوب استفاده کنیم و آنها را برباد ندهیم. شکرگزاری از نعمت از خود این نعمت بهتر است. چون نعمت متاع دنیای فانی است و شکر نعمت جاودانه آخرت. شکرگزاری فقط به زبان آوردن کلمه های خاص نیست. گاهی برای تشکر از خداوند باید کاری کرد، دلی را شاد کرد، یا گلی را هدیه داد، یا دستی را گرفت و بخششی را تقدیم نمود. باید ما به همه نعمتهای داده خدای بزرگوار هر ساعت و هر ثانیه شکرانه بکنیم. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. عزیزان، صبحدم وقتی نماز است. نمازی بامداد راز و نیاز است. طلب عفو گناه از فضل بی حد، که جنت با همه دروازه باز است. سحر برخیز و تجدیدی بزرگ کن، و آبی توبه خود را شستشو کن. اگر خواهی شوی پاک از پلیدی، به درگاه خدای خویش رو کن. به شکر نعمتش تا می توانی، لبت را آشنا با ذکر او کن. دری رحمت بر رویت کرده حق باز، به او روی آور و دفع عدو کن. گدای درگه حق شو به عالم، گدایی گر کنی با آبرو کن. هر آنچه درد دل داری در عالم،
سحر با حق تعالی گفتگو کن. اگر خواهی فیض از محضر حق، از او توفیق طاعت آرزو کن. سحر برخیز و تجدیدی وضو کن، به درگاه خدای خویش رو کن.